سلام آقا، چطورید که تو کامنت باید بگید، ولی خب ولش کن آقا. همونجوری که رو تامنیل فهمیدید میخوام شلاقی رو یاد بدم. حالا این آسون ترین نشونه 3 تا میخوام یاد بدم، ولی خب فعلا اول اینو یاد بگیرید. به نظرم خودم هم یکم مشکل دارم، ولی خب اولین کاری که باید بکنید بیاید این بالا جامپو بزنید، نایف سویچگان، یعنی این کارا رو انجام بدید. میبینید که الان من دارم شلاقی میزنم. این آسون ترینشون بود و ساده ترینه، خیلی سریع میتونید اینو یاد بگیرید. بیاید تو همینجا تمرین کنید. بعد جدا از اینا به نظرم یه حاد خوبم باید بذارید. حاد من تقریبا میشه دید، همه چیز باید دم دست باشه. برای این حادم واقعا مهمه تا حدی. به نظرم اگه تمرین کنید خیلی سریع میتونید یاد بگیرید. خب آقا، نوع دومش اینجاه. شما پنجره میخواید، یه اسلاید ریز، یه جامپ، نایف و سویچگان. اسلاید، منظورم از اسلاید ریز چیه؟ اسلاید آقا کونه کرکترت نشینه میزنی، میبینی؟ برای من نمیشینه. وقتی رسیدی لب پنجره، نایف و سویچگان رو میزنی، همینجوری شلاقی رو میزنی تو. وقتی یه نفر خط گرفته باشه به نظرم خیلی خوب میتونید بزنید. حالا منم یکم باید تمرین کنم، دستم زیاد راه نیفتاده، ولی خب به نظرم اگه شما تمرین کنید میتونید بزنید. یه نوع دیگه هم هست که الان جلوتر میرسیم بهش، معروف ترین نشه دیگه، همه استفاده میکنن، قطعا شما از اینا خیلی دیدید. اولین چیزی که میخواد یه سطح شیب داره. ببینید مثل اینجا، این هم مثل همونه دیگه، یه اسلاید، جامپ، نایف و سویچگان. ببینید الان بیوای من ببینید کجا، بیشتر دم دست تا پیزون. خب به نظرم شما هم گانتون رو بذارید دم دست، خیلی بهتر میتونید بزنید. حالا اینجا انگشتم که اذیت میکرد، ولی خب به نظرم شما هم تمرین کنید. مثلا ببینید اینجا من میام میزنم نمیشه، سطح شیبدار نیستش، هست ولی خب شیبش کمه. ولی اینجا شیبش بیشتر باشه بهتر میتونید بزنید. حالا اولین ویدیویی که من دارم صدامو ضبط میکنم یکم راحت نیستم، میدونی، چیز طبیعیه همه داشتن. حالا اینو ولش کن، بیشتر راجع به شلاقی بگم. وقتی شما این حرکت رو انجام بدید، تا زمانی که نپرید و ایم نگیرید شما داریدش. مثلا همین الان من این بالا پریدم زد، یعنی الان شما اینجا میزنید میرید، مثلا نه ایم میگیری نه میپری، انمی رو جلوت نمیبینی. وقتی جلوش بپری این انیمیشن رو میزنه. حالا چیز خیلی سختی نیستش، به نظرم تمرین کنید خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. فقط صبر و حوصله میخواد دیگه، میدونی، باید یکم تمرین کنی، اعصاب اینو داشته باشی. مثلا دیدی چند بار میزنی نمیگیره، داد و بیداد نکنی. دیدی که من اونجا زدم اون تکنیکو، الان من میام اینجا پریدم، اینجا زد شلاقیو. بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. برید تمرین کنید، هیچ چیزی غیر ممکن نیست، شما میتونید. دوستتون دارم، خدافظ.